روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهای جهان و تاجیکستان را من مؤمن احمدی تقدیم میکنم. در این برنامه درباره ادامه بمباران شهر خارکوف از جانب نیروهای روسیه، تأثیر جنگ و تحریمات به کار و زندگی مهاجران، زندانی شدن زن در دوشنبه برای کودک دزدی و اندک بالا رفتن قرب روبل روسی در تاجیکستان خواهیم گفت. قرار است امروز هیئت‌های روسیه و اوکراین بار دوم سر میز مذاکرات نشسته احتمال سازش آتش بس را بررسی کنند. این زمان نیروهای روسیه بمباران شهر خارکوف را ادامه می‌دهند و دو بندر اوکراین را محاصره گرفتند. مذاکرات برای خاتمه دادن به جنگ در شهر برست جمهوری بلاروس برگزار می‌شود، ولی زمینه‌ها برای سازش بین دو طرف بسیار کم به نظر می‌رسند. ولادیمیر زلنسکی در گفتگو با خبرگزاری‌های رویترز و تلویزیون CNN گفت که پیش از هر گونه مذاکرات با منطق، روسیه باید بمباران شهرهای اوکراین را بس کند. بیننده گرامی، درباره تحولات اخیر در اوکراین، ادامه جنگ‌ها و عاقبت‌های آن گزارش مفصلی داریم که تا 3 ساعت دیگر در برنامه اخبار آزادی تقدیم شما می‌شود. با شدت گرفتن تحریم‌ها و محروم شدن بانک‌های روسی از استفاده بعضی از نظام‌های معاملات بین‌المللی بانکی، حالا مهاجران و تاجران تاجیک هم طعم تلخ آن را می‌چشند. به رادیو آزادی مراجعت زیاد می‌شود که بعضی‌ها پول فرستن نمی‌توانند و اکنون چی کار باید کنند. همکاران ما در دوشنبه درباره این مسئله و مشکلات گزارش آماده دارند که در برنامه خبری همراه می‌بینیم و یادتان نرود که برنامه ساعت 17 به وقت دوشنبه و ساعت 15 به وقت مسکو نشر می شود. با وجود هر گونه تحریمات و بد شدن وضع اقتصادی روسیه، ظاهرا این کشور همچنان یک جای اساسی کار مهاجران تاجیک می ماند. در برنامه امروزه پاره صحبت یک کارشناس روس را می بینیم که سالهای دراز بازار کاری روسیه و تاجیکستان را تحقیق کرده است. افزایش دموگرافی در کشورهای آسیا مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان بلند است، ولی پیشنهادی بازار کار محدود. در روسیه وضع کاملا دیگر است. تولد کم می شود، این کشور به نیروی کاری نیاز دارد. کار هنوز اتوماتیک نشده است و ساکنان محلی به کاری که مهاجران میکنند رفتن نمیخواهند. از این رو منفعت دو جانبه میان روسیه و تاجیکستان و روسیه و ازبکستان حفظ می شود. مصاحبه با اولگا گولینا، کارشناس مسائل مهاجران که قبل از آغاز جنگ در اوکراین ثبت شده بود، در برنامه خبری تقدیم می شود. خبر دیگری که امروز داریم درباره رفتار حیرت انگیز یک زن تاجیک است که به گفته دادستان کل فرزند نوزاد زن دیگری را ربوده و عکس‌های او را به شوهر مهاجرش فرستاده گفته است که فرزند خودش است. محاکمه این زن چند پیش در دوشنبه برگزار شده است و او را برای آدمربایی به 5 سال زندان محکوم کردند. جزئیات بیشتر را در برنامه خبری تقدیم می‌کنیم. دهقانان از هر گوشه و کنار تاجیکستان شکایت دارند که قیمت داروهای مینرالی بسیار بالا رفته است. بالاروی قیمت دارو برای پرورش زراعت‌ها می‌تواند نرخ محصولات کشاورزی از کارتوشکا تا تربوز و خربوز را بالا برد. حالا دهقانان میگویند مثلا 50 کیلو کربامید را تا 500 سومانی می‌خرند. این نرخ پوری نه کم قیمت چیزا بوده، امسال با بسیار قیمتش پوری نه 250 بود، حوزی 450 470. گزارش با درخواست کاربران زیاد آماده شده است و در برنامه خبری همراه می‌بینیم. در پایان برنامه مثل همیشه درباره قربی سامانی در برابر اسعار خارجی میگوییم که تا چه حد تغییر یافت. بانک ملی تاجیکستان قربی 1000 روبل روسی را 110 سامانی و 55 درهم تعیین کرده است. در بانک‌های تجارتی 1000 روبل را با 112 سامانی و 50 درهم عوض می‌کنند. بانک ملی قربی 1 دلار آمریکایی را 11 سامانی و 30 درهم و 1 یورو را 12 سامانی و 54 درهم معین کرده است. خبر و گزارش‌های از این بیشتر را در برنامه اخبار آزادی انتظار باشید که ساعت 17 به وقت دوشنبه و 15 به وقت مسکو نشر می شود. تا دیدار در 3 ساعت دیگر.